سلام دوستای عزیزم. اگه فقط 1 کیلو سیب زمینی داری، باورت نمیشه چه شاهکاری میتونی باهاش درست کنی. یه غذای روستایی ارزون و خوشمزه که از دل خونه‌های قدیمی ایتالیایی اومده ولی با سبک ایرانی هم سازگاره. اگه دنبال یه غذای ساده‌ای که خرجم نداشته باشه دلتو ببره، این ویدیو رو از دست نده. خیلی وقتا هم که میمونی که با مواد محدود چی بپزی، نه وقت آشپزی داری نه حوصله بیرون رفتن، غذای تکراری هم خست کرده. اینجا دقیقا همون لحظه‌ایه که یه غذای ساده اما هوشمندانه نجاتت میده. این فقط یه غذا نیست، یه ترفند اقتصادیه. ابتدا 3 تا سیب زمینی رو قشنگ خورد میکنیم. بعد سیب زمینی‌هایی که قشنگ خورد کردیم و داخل یه کاسه میریزیم. یه مقدارم نمک روشون میپاچیم. حالا قشنگ آب خنک روش میگیریم. کاملا سطح سیب زمینی‌ها رو آب خنک میریزیم. بعد کاملا با دستمون هم میزنیم که حسابی سیب زمینی با نمک کاملا یه دست بشه. بعد از 20 دقیقه که گذشت، حالا سیب زمینی ها رو آبکش میکنیم، میریزیم روی پارچه، کاملا با پارچه خشکشون میکنیم. حسابی که با پارچه سیب زمینی ها رو خشک کردیم. چرا حالا تو آب سرد میذاریم؟ به خاطر اینکه نشاستش بره و موقع سرخ شدن خیلی هم ترد و خوشمزه میشه. حالا سیب زمینی های خشک شده رو داخل کاسه باز میریزیم. یه نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری پاپریکا و یه قاشق غذاخوری روغن مایع روی سیب زمینی ها میریزیم و حسابی هم میزنیم. اگه داری با من جلو میری، همین الان یه اسکرین شات بگیر یا ویدیو رو سیو کن، تو کامنت ها هم بنویس از کجا داری تماشا میکنی. حالا سیب زمینی هایی که کاملا با هم زدیم و مخلوط شدن، داخل یه ظرف فر یه مقدار روغن میریزم، کاملا کف ظرف رو چرب میکنم. بعد سیب زمینی های ادویه‌ای رو داخل ظرف فر میریزم، کاملا صاف میکنم تا یه دست باشن. حالا سیب زمینی ها رو به مدت 45 دقیقه میذارم داخل فری که از قبل گرم شده بود با دمای 180 درجه. حالا یه دونه پیازی که داشتیم و خلالی ریز خورد میکنم. داخل یه مایتابه یه مقدار روغن میریزم. پیازای خلالی خورد شده رو به روغن اضافه میکنم. یه هم میزنم تا کاملا تو پیاز با روغن مخلوط بشن و میذارم پیازا کاملا طلایی و شیشه‌ای بشن. خیلی نباید طلایی بشن، یه مقدار از اون خامی باید در بیاد. بعد 250 گرم بیکنی که داشتم و قشنگ نگینی خورد میکنم. حالا بیکنای نگینی خورد شده رو به پیازای شیشه ایمون اضافه میکنم و یه هم میذارم کاملا بیکن با پیاز شیشه ای کاملا مخلوط بشن و
بیکنا هم از اون خامی در بیان. حالا بعد از 45 دقیقه سیب زمینیامون که پخته شده بود و از داخل فر در میاریم. پیاز و با بیکنی که تفت داده بودیم و روی سیب زمینیامون میریزیم. کاملا سطح سیب زمینی با پیاز و بیکن پوشیده بشه. فقط زیاد کناره هاش نریزیم که بیکن و پیاز کاملا میسوزه، شکل خوبی در نمیاد. حالا 100 گرم پنیر مازارولا روی سطح سیب زمینی و بیکن و پیازمون میریزیم. باز سیب زمینی و که با بیکن و اینا پوشونده بودیم میذاریم داخل فر به مدت 20 دقیقه با همون دمای 180 درجه. بعد از 20 دقیقه از فر در میاریم. وای نگم چه بویی پیچیده تو خونه، بوی پنیر طلایی و سیب زمینی سرخ شده و بیکن. وای خیلی خوشمزه و خوش‌عطر. اگه تا اینجا دیدی یعنی تو دنبال کیفیتی نه هزینه. اگه میخوای بیشتر از این مدل دستورا ببینی ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب یادت نره. تو فقط یه آشپز نیستی، تو سازنده حال خوب خونه. ادامه بده.